در شهر گلستان در عرفه تجلیل روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال مسابقه عنعنوی فوتبال بین کارمندان تشکیلات‌های قرضه بخشیده و گرامی‌داشت خاطر مربی شایسته تاجیکستان نیازعلی باباخانوف به انجام رسید. مورد به ذکر است که این مسابقه با تشبث بانک اسخط از 20 اپریل آغاز گردیده بود که در آن 14 دسته کارمندان تشکیلات‌های قرضه ولایت اشتراک نموده در دو زیرگروه بین هم سبقت کردند. در دایره این مسابقه در مجموع 46 واخوری برگزار شده. 4 دسته بهترین بانک ملی، اروند، اسخط و هما به واخوری‌های نیم نهایی و نهایی راه یافتند. برای دریافت مقام سوم دسته اسخط تیم هما را شکست داد. برای دریافت جام مسابقه در دور نهایی دسته‌های بانک ملی و اروند روی میدان سبقت آمدند. واخوری این دسته‌ها در وقت اساسی مساوی به انجام رسیده. بعد از زدن سلسله ضربه‌های پنالتی فوتبالبازان دسته اروند مقام اول و جام مسابقه را به دست آوردند. زیاده از 20 سال این جانب این مسابقه بین کارخانه‌های بانک‌های قرضی شده گذشته شده است و امسال محض برای گرامی داشته خاطر نیازعلی باباخانوف برگزار کرده شده است. سهم نیازعلی باباخانوف به رشد فوتبال ولایت خیلی کلان میباشد. آن کس برای رشد فوتبال ولایت بسیار کارهای زیاد به انجام رساندند و شاگردای بسیار تربیت کردند. در مراسم جنبست این چهاربینی ورزشی راهبران تشکیلات‌های قرضی مالیوی و فیلیال‌های آنها همچنین نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوغد شرکت ورزیدند. مدیر شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند نوروز ولیوف ضمن برآمد خود قید نمود که با جانبداری از سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فوتبال در قلمرو کشور با جلب وسیع دوستداران این نمود ورزش گذرانیده می شود و به سبب نیست که در سطح نظام بانکی ولایت سوغد نیز مسابقه فوتبال بین کارمندان نظام بانکی از سال 2000 تا این جانب همسالت تشکیل کرده می شود. ذکر گردید که مسابقه امسال نه تنها بازی فوتبال بلکه میدان دوستی، همدلی و روحیه شکست ناپذیر را به نمایش گذاشته. مقصد از تشکیل و برگزاری چنین مسابقه ها پیش از همه جلب هرچی بیشتری کارمندان ساحه بانکداری به ورزش، زیاد نمودن محبت کارمندان نسبت به فوتبال و مستحکم نمودن دوستی و رفاقت بود. غالبان جایزه‌داران با مدال افتخارنامه و تحفه‌های پولی سرفراز گردیدند. همزمان غالب مسابقه دسته اروند با جام مسابقه سرفراز گردانیده شده. بعد داوران، مخلصان و فوتبالبازان بهترین مسابقه افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شدند. مسابقه در درجه عالی گذشت. همه دسته‌ها مهارت بلند را نشان دادند. ما بسیار خرسندیم که دسته ما در مسابقه جای اول را اشغال نمود. من از طرف خود منتداری خود را به تشکیل‌دهندگان مسابقه می‌رسانم. می‌خواهم که چون مسابقه در دسته‌های بانک زیادتر شده استند و فوتبال در کشور ما بیشتر رشد یابد.